صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، دوستداران کلام الله متعال. الله را سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب من و شما و همه مجموعه ما قرار گرفت تا در کنار قرآن کریم گرده هم بیایم در یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن کریم. امروز هم به مانند برنامه‌های گذشته انشاءالله یک صفحه کامل از مصحف عثمان طاها رو، صفحه 12 رو انشاءالله به همراه شما عزیزان قواعد روحانی اون رو با هم مروری خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه هم انشاءالله تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت و مشارکت شما رو در تلاوت همین صفحه برای بزرگسالان و در تلاوت هر آنچه که از آیات کلام الله مجید دل خردسالان کوچک بخواد. انشاءالله میان برنامه میبینیم، با هم برمیگردیم. بعد از اون از ابتدای صفحه 12 به همراه شما عزیزان از آیه 77 سوره مبارکه بقره روحانی درس امروز رو آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. این آیه با عظمت‌ترین آیه در قرآن کریم است. سلام مجدد خدمت همه شما مهربانان. از ابتدای آیه 77 ابتدای نیم جزء دوم، یعنی خب البته یکی دو آیه رد شدیم از ابتدای نیم جزء و خب از تعداد صفحات میشد بودن اولین صفحه نیم جزء دوم و همراه شما عزیزان تلاوت صفحه امروز رو روحانی اون رو با هم شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در آیه 77 مطابق هر برنامه من فقط برای بار اول حرکات رو و علائم رو معرفی میکنم، بار دوم دیگه گذرا رد میشه. این علامت همزه است، این علامت فتحه روش، حرکت فتحه روی هر حرفی که بیاد صدای ا میگیره، این فتحه این علامت ساکن هست روی این علامت ساکن روی هر حرفی که قرار بگیره به این معناست که اون به ذات خودش حرکتی نداره و نیاز به کمک گرفتن از ما قبل داره. هر جا که این علامت رو دیدید، یعنی علامت ساکن رو، این علامت از آخرین حرکت ما قبل خودش کمک میگیره و یعنی حرکت آخر ما قبل میچسبه به این حرف تا خونده بشه. در اون کلمات همچنین هر وقت بعد از حرکت فتحه حرف الف قرار بگیره، هر جا بعد از فتحه الف قرار گرفت صدای آ میگیره. فتحه به تنهایی صدای ا میده اینجا، مثلا ا و، اما هر وقت بعد از فتحه الف قرار گرفت دیگه صدای ا نمیگیره، صدای آ میگیره و همین قاعده رو ما در حرکت ضمه هم داریم. این حرکت اسمش ضمه هست با ضاد، این حرکت ضمه هست روی هر حرفی که قرار بگیره اون حرف صدای او میگیره، مگر اینکه بعدش واو قرار گرفته باشه مثل این حالت که دیگه اون موقع صدای او نمیگیره، صدای او میگیره، کشیده میشه، صدای او میگیره به مانند فتحه که
وقتی بعدش الف قرار گرفت صدای آ گرفت، از ا فراتر رفت شد آ. ضمه هم هر وقت بعدش صدای او بیاد میشه او. این کلمه رو چطور میخونیم؟ ا و لا، فتح بعدش الف صدای آ میگیره. لا یا لا مون، اولا یعلمون، اولا یعلمون. این تا اینجا. روی این حرف فتحه وقتی بعدش الف قرار بگیره هم حواستون باشه که 8 حرف صاد، ضاد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را هر وقت که روشون الف قرار بگیره، یعنی اون حرف وقتی فتحه داشته باشه بعدش الف باشه، در اون 8 حرف فقط دهان به سمت بالا باز میشه، در غیر اون حالت دهان به سمت بغل باز میشه. اینجا الان لام از اون 8 حرف نیست، لام فتحه داره بعدش الف، دیگه نمیگیم اولا، میگیم اولا، اولا یعلمون. این علامت تشدید هست روی هر حرفی که قرار گرفت، به این معناست که اون حرف 2 بار خوانده میشه، یک بار به همراه آخرین حرکت ما قبل، یک بارم خودش به تنهایی به همراه اون حرکتی که داره. این در اصل 2 تا نون بوده، این نون در اصل 2 تا بوده. نون اول ساکن بوده، نون دوم حرکت فتحه داشته. به خاطر راحتی نوشته نون اول رو حذف کردن، به جاش علامت تشدید گذاشتن. این علامت تشدید دلالت داره همیشه بر اون حرف زیرش یک حرف اضافی ساکن که حذف شده. به همین خاطر هر وقت کلمات تشدید دیدید 2 بار خونده میشه. این علامت الف وصل است، این علامت صاد روش به این معناست که در هنگام وصل خوانده نمیشه. این علامت هر جا این علامت روی الف دیدید، الف وصل، این صاد مخفف صاده و به این معناست که این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه و در هنگامی که در ابتدای کلمه قرار بگیره خوانده میشه و قواعد خاص خودش رو داره که ان شاء الله اگر بهش رسیدیم ما ذکر خواهیم کرد. لام اینجا خوانده نمیشه. هر جا شما 4 حرف واو، الف، لام و یا که سر هم نوشته بشن میشه والی. این 4 حرف رو بدون حرکت دیدید، مثل لامی که اینجا هیچ حرکتی روش نداره و هیچ علامتی نداره، خوانده نمیشن. فقط همین 4 حرفن، واو، الف، لام، یا که سر هم نوشته میشن والی، میگیم حروف ناخوانا. این 4 حرف فقط اگر حرکت نداشتن خوانده نمیشن. در این تعبیر ان، نه 2 بار خونده میشه، یک بار به کمک ما قبل، یک بار به تنهایی. بعد روی نون تشدید دار هم یک قاعده رو ما قبلا ذکر کردیم، گفتیم هر جا نون تشدید داشت در هنگام تلفظ روش این مقداری مکس میشه، صدا ان. خب الان این الف خوانده نمیشه، این لام هم خوانده نمیشه، این لام تشدید داره، نیاز به حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبلش چیه؟ آخرین حرکت ما قبلش این الفی هست که اینجا قرار گرفته، به همین خاطر ما این رو وصلش میکنیم به اون تشدیدی که در جلوتر است. با هم ببینیم اینجا الان نون تشدیددار میچسبه به این لام لفظ جلاله الله و ان نل الله. لفظ جلاله الله رو، لفظ جلاله این رو دقت بکنید از این روی این کلمه لفظ الله، بعضا میگن الله، فتحه الله، کسره الله. این تعبیر زیاد تعبیر جالبی نیست. همیشه وقتی که لفظ کلمه الله، لفظ جلاله الله رو میبینید، نگید الله، نگید الله به تنهایی، نگید فتحه الله، کسره الله، ضمه الله، نه، بگید فتحه یا کسره یا لام یا مثلا هر چی که متعلق به این کلمه هست و لفظ است، بگیم که فتحه لفظ جلاله، مثلا کسره لفظ جلاله، لام لفظ جلاله، که خود به کلمه برگرده، مشخص بشه که منظور ما لفظ این کلمه، خود کتابت، شکل کتابت این نوشته لفظ کلمه الله است. و اگه بگیم فتحه الله، لام الله، اینجوری الله پر میشه، الله خالی میشه، این زیاد تعبیر جالبی نیست. این تعبیر جالبی نیست برای الله تعالی. در بخش اسماء الله تعالی باید دقت بکنیم، هر آن چیزی که بیم شبهه این میره که الله تعالی با چیز دیگری شبیه بکنیم بعد ازش پرهیز بکنیم. به همین خاطر روی این کلمه لفظ جلاله من تاکید میکنم، همیشه اگه دقت کنید باشید، همیشه من کلمه لفظ رو استفاده میکنم در هنگام تلفظ این کلمه، لفظ جلاله الله. الان لام لفظ جلاله، این لام اول خوانده نمیشه، لام دوم به کمک این فتحه خوانده میشه و کلا لفظ جلاله الله هر وقت قبل از لفظ جلاله فتحه قرار بگیره، مثل این مثال، یا ضمه قرار بگیره، اون موقع لفظ جلاله پر خونده میشه، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. اگر ما قبلش کسره باشه لفظ جلاله پر خونده نمیشه و باریک خونده میشه.
الان اینجا چی میشه؟ الان اینجا میشه ان الله، ان الله، نمیگیم ان الله، ان الله یعلم، ساکن به همراه ما قبلش خونده میشه یعلم، یعلم ما یسر. دقت کنید اینجا یسر ر تشدید داره، را، حرف را تشدید داره، یک بار به همراه ما قبل خونده میشه، یک بار به تنهایی. یسر رو ضمه بعدش واو صدای او میگیره، یسر رون و ما یعلنون. این یعلنون نه هست، اما چون در آخر آیه قرار گرفته، ما همیشه قاعده کلی گفتیم که آخرین حرفی که خونده میشه، آخرین حرفی که همیشه تلفظ میشه باید ساکن باشه، هر جا، چه در وسط آیه چه در آخر آیه. حتی اگر اینجا ما مثلا وقف بکنیم در کلمه یسرون، باز هم همین قاعده اجرا میشه. حتی در یعلمون اگر کسی بگه اولا یعلمون ادامه نده تلاوت رو، اینم باید نون ساکن خوانده باشه. هر جا، هر کلمه‌ای که شما آخرین کلمه‌ای باشه که شما تلفظ میکنید، حرف آخرش ساکن میشه، یعنی هر علامتی که داشته باشه اون علامتش تبدیل میشه به ساکن. الان اینجا چی خونده میشه؟ یعلنون. این آیه را از اول با هم میخونیم. ببخشید. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. این هم شماره آیه است که در آخر می نویسن. شماره آیه رو همیشه آخر آیه می نویسن. این شماره 77 مال این آیه گذشته است، نه مال خط بعدی. خب آیه 78 رو با هم شروع می کنیم. و من هم نون ساکن رو، من 4 قاعده درباره احکام نون ساکن داریم. هر جا نون ساکن شما دیدید مستقیم نگاه میکنیم به بعدش. اگر بعد از نون ساکن، قاعده اول، اگر بعد از نون ساکن حرف با آمد، اون نون تلفظ نمیشه و میم تلفظ میشه. به جای نون میم تلفظ میشه. به جای نون میم تلفظ میشه وقتی که بعدش حرف با بیاد، مثل کلمه زنبور در فارسی و من بعد در عربی. ببین میگیم قاعده اقلاب. قاعده اول، قاعده اقلاب، بعد از نون ساکن حرف با بیاد، نون یا تنوین فرقی نمیکنه، تنوین هم که همون نوعی از نون ساکن است. بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با اومد، قاعده اول نون تبدیل میشه به میم و میم تلفظ میشه و این قاعده رو میگیم اقلاب، یعنی قلب، از قاف گرفت، با قلب گرفته میشه، از قلب گرفته شده. انقلاب یعنی تبدیل شدن نون به میم. قاعده دوم، هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین که همون نوعی از نون ساکن هست، بعد از این یکی از حروف یرملون بیاد، 6 تا حرف یا، را، میم، لام، واو و نون که اگه سر هم نوشته باشن اینها کلمه یرملون رو تشکیل میدن. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف یرملون اومد، اون موقع اون نون ساکن یا تنوین تبدیل به حرف مابعد میشه و حرف مابعد تشدید میگیره به اصطلاح، یعنی دیگه نون تلفظ نمیشه. حرف مابعد هر چی باشه به جای نون حرف مابعد تلفظ میشه. علاوه بر این که حرف مابعد سر جای خودش هست، نون ساکن تبدیل میشه به یک حرف مابعد ساکن، حرف مابعد هم سر جاش هست، حرف بعدی تشدید میگیره. این قاعده دوم. قاعده اول اقلام، قاعده دوم این رو بهش میگن ادغام با غین. ادغام یعنی دغم شدن، یعنی تبدیل شدن. این هم و این شکل دیگری میگیره به خودش. این هم میشه قاعده دوم، قاعده یرملون یا همون ادغام. قاعده سوم، هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف حلقی قرار گرفت، یعنی اون 6 حرفی که از حلق ادا میشن، همزه و ها، عین و ها، غین و خا، همزه و ها، عین و ها، غین و خا، هر 6 حرف از حلق ادا میشن. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف قرار گرفت، اون موقع نون ساکن از مخرج خودش ظاهر میشه، یعنی از همون مخرج خودش نون، از همون مکان خود اصلی خودش نون خونده میشه، نه تبدیل میشه نه مخفی میشه. اینو بهش میگیم قاعده اظهار با وا و های دو چشم که قاعده سوم هست. قاعده چهارمی هم داریم. قاعده چهارم قاعده اخفاست، یعنی مخفی شدن نون که از مخرج خودش ادا نمیشه. در این قاعده اگر بعد از نون با نبود، بعد از نون حروف یرملون هم نبود، بعد از نون اون 6 حرف حلقی هم نبود، هر حرف دیگری که باشه، اون موقع نون در قاعده چهارم اخفا میشه، یعنی از مخرج خودش ادا نمیشه، تبدیل به میم یا حرف بعد خودش هم نمیشه و
نون از بینی ادا میشه، مخفی میشه در بینی، مثل منکم میشه منکم، از بینی ادا میشه، صدای نون از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکس در هنگام تلفظش از بینی. این قاعده رو بهش میگیم اخفا. این 4 قاعده است که در احکام نون ساکن باید مد نظرمون باشه. الان اینجا در کلمه منهم بعد از نون ساکن حروف حلقی یکی از حروف حلقی است و اظهار میشه و اینجا نون از مخرج خودش ادا میشه. و منهم نمیگیم منهم، نمیگیم منهم، منهم و منهم. میم میچسبه یک بار به چیز، میونه. دقت کنید، میونه. الان یک بار که میم به همراه ما قبل خونده میشه، بار دوم میم کسره داره، بعدش حرف یا اومده، کسره هر وقت بعدش حرف یا بیاد صدای ای میگیره، میشه می. الان تا اینجا می. دوباره الان ما یک تشدید داره چون این یا 2 تا است در اصل، یک بار به همراه که ما قبل خوانده شد، یک بار تنها. الان یو، این میشه یو چون ضمه بعدش واو قرار گرفته، یونه. میونه، امیونه. روی میم تشدیددار هم به مانند نون تشدیددار در خط بالا مقداری در هنگام تلفظش مکس میشه، امیونه. لا اگر اینجا وقف کنیم خب میشه امیون، اما اینجا وقف نمی کنیم چون علامت وقف نیست و معنام کامل نمیشه. لا یعلمون. الان اینجا این الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، یعنی فتحه نون که میچسبه به لام، این گونه میشه لا یعلمون الکتاب. کی فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، تا از اون 8 حرفی نیست که پر خوانده میشه، صاد، ضاد، تا، ضا، غین و قاف و خا و را فقط پر خوانده میشن وقتی که الف روی اونها قرار بگیره. این حرفا الان این تا از اون حرفا نیست، میشه کتاب، نمیگیم کتاب، کتاب. لا یعلمون الکتاب فتحه میچسبه به لام، تا اینجا لام باید 2 بار خونده بشه دیگه، یک بار به همراه ما قبل، یک بار تنها به همراه فتحه خودش. این که لام اول. لام دوم فتحه داره خودش، بعدش الف قرار گرفته، میشه لا. تا اینجا فتحه بعدش الف، لام فتحه دار، این لام فتحه داره بعدش هم الف، میشه لا. اما چون این علامت مد رویش قرار گرفته، این علامت رو بهش میگیم علامت مد، یعنی کشیدن. مد یعنی کشیدن. این علامت روی الف، واو و یا قرار میگیره، فقط روی این 3 حرف میاد و هر وقت این علامت روی حروف قرار گرفت اون موقع ما باید این رو چیکار بکنیم؟ اون رو باید بکشیم. اون موقع اینطور میشه الا فتحه، همزه فتحه داره، نی. دقت کنید کسره بعدش یا قرار گرفته، میشه نی یا. یک بار یا به همراه کسره ما قبل خونده میشه نی، یک بارم تنها به همراه فتحه، امانیه. لا یعلمون الکتاب الا امانیه و ان هم. الان نون ساکن داریم اینجا، هر جا نون ساکن دیدید مستقیم برید ببینید بعدش چه حرکتی داره که از اون 4 قاعده بعد اجرا بشه. نون ساکن بعدش حرف حلقی اومده اظهار میشه، اینجا از مخرج خودش ادا میشه نون. و ان هم الا فرق این الا به الای بالا اینه که اینجا مد داشت میکشیدی میشد الا امانی، اما اینجا مد نداره دیگه نمیکشیم. الا یا ظن میچسبه به نون، یا ظن نون، یا ظنون. نون چون در آخر حرف قرار گرفته ساکن هست، این ساکن تلفظ میشه. این هم آیه 78. خب این آیه یه بار از اول به همراه شما عزیزان میخونیم. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. این هم از آیه 78.
هشتم. آیه 79 رو به همراه شما عزیزان شروع میکنیم. وی لون، تا اینجا لونه. این علامت تنوینه، دو تا ضمه کنار هم علامت تنوینه. این ضمه اول که مال لام، فوی لو. این ضمه دوم نمایندگی میکنه از یک نون ساکنی که اینجا بوده و حذف شده. فوی لون یک نون ساکنی بوده که حذف شده، به جاش یک ضمه اضافی اینجا گذاشته شده تا دلالت بکنه بر اون نون محذوف که میگیم تنوین در اصل، یعنی نون آوردن. الان این فویلون خوانده میشه. خب الان یک نون ساکن ما اینجا داریم، این واوی که نمایندگی میکنه از نون ساکن یا همون تنوین، بعدش لام آمد. اینجا کدوم قاعده اجرا میشد؟ ما گفتیم که بعد از تنوین یا نون ساکن هر وقت که یکی از حروف یرملون بیاد، یا را، میم، لام، واو و نون، اون موقع چه اتفاق میفته؟ اون موقع قاعده ادغام اجرا میشد. الان ما در این حرفی که ما اینجا داریم، در این لام تنوین، ببینیم با هم تصویر رو. بعد از لام من اینجا بعد از لامی که تنوین داره، به اصطلاح بعد از تنوین بهتره بگیم، بعد از تنوین لام داریم که یکی از حروف یرملون هست. تنوین تبدیل میشه به لام. این تشدیدی که روی لام میبینید به خاطر تبدیل شدن این نون به حرف مابعد است. الان اینجا این نون دیگه تلفظ نمیشه. ما لام با اون ضمه اولیش رو میچسبونیم ببینیم، میشه فوی لول. نون رو دیگه ما لام تلفظ میکنیم. فوی لول للذین. الان اینجا یک بار این تنوین چون تبدیل شده نون ساکن به لام، دیگه اینو در نظر نگیرید. فکر کنید اصلا این واو دوم نیست، این نماینده نون ساکن، چون تبدیل به لام شده. فقط این ضمه رو در نظر بگیرید. فوی لول. خب یک بارم این تشدید داره دیگه، دو بار خونده میشه، یک بار با این، یک بار خودش تنها. فوی لول لیل، این تشدید هم دوبار خونده میشه. للذین. فویل للذین. فویل للذین یکتبون الکتاب. یکتبون الف خونده نمیشه، نون میچسبه بلام. یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون. ضمه بعدش واو، اینجا ضمه بعدش واو، صدای او میگیره، هم قاف هم لام. یقولون، دقت کنید، یقولون. ثم یقولون، فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره. اما ها از اون 8 حرفی که پرخونده میشه نیست، میشه هذا. همینجور ذال هم فتحه بعدش الف. نگاه کنید الان اینجا هم الف فتحه بعدش الف هست، اینجا هم فتحه بعدش الف هست. هر دوتا هم حرف ها و هم حرف ذا صدای آ میگیره به جای اینکه صدای ا بگیره، به خاطر الفایی که بعدشون اومده. اما این رو هم دقت کنیم که هیچ کدوم از این دو حرف از اون 8 حرفی نیستن که در هنگام فتحه داشتن بعدشون الف بیاد پرخونده میشدن. صاد، ضاد، تا، وا، غین و قاف و خا و را، اون 8 حرف بودن که این دوتا هیچ کدوم از اونها نیست. میشه هذا، نمیشه هاذا. نه، دهان به سمت بالا باز نمیشه، به سمت بغل باز میشه. هذا من. الان نون ساکن بعدش چی اومده؟ عین، یکی از حروف حلقی هست، نون از مخرج خودش ادا میشه. این علامت ساکن رو در جاهایی که اظهار هست شیخ عثمان میگذاره، نوشته جاهایی که اخفا هست نگذاشته، تا این علامت ساکن اصلا نگذاشته تا مشخص بشه. الان مثلا در همین مثال اینجا اظهار است من عین، این نون هم ساکنه، این نون هم ساکنه، اما چرا علامت ساکن رو نگذاشته شیخ؟ چون اینجا این علامت ساکن، اینجا نون بعدش حرف دال اومده. حرف دال نه با هست، نه از حروف یرملون است، نه از حروف حلقی هست، از حروف اخفاست. یعنی این نون الان اینجا اخفا میشه و چون اخفا میشه علامت ساکنش رو هم شیخ عثمان مخفی کرده. نگاه کنید اینجا علامت ساکن رو گذاشت، اینجا نگذاشت. چرا؟ چون اینجا ساکن تا اشاره‌ای باشه، تا یک اشاره‌ای بکنه که اینجا همونجوری که علامتش رو من مخفی کردم، شما خواننده هم این نون رو در هنگام تلفظ مخفی کن، مخرجش رو در بینی و اخفا کن. اینجا نون از بینی ادا میشه، من اینجا نه از مخرج خودش، من عند الله.
الان دقت کنید روی نون، فرق این دوتا نون، این نون از مخرج خودش ادا میشه و روش مکس هم نمی کنیم من عین، اما این نون دوم از بینی ادا میشه و این مکس هم میشه روش من عند الله. لفظ جلاله اینجا قبلش کسره قرار گرفته، الان اینجا لفظ جلاله دیگه پر خونده نمیشه مثل لفظی که بالا بود. اینجا چیه؟ اینجا باریک خونده میشه، یعنی به سمت بغل باز میشه دهان در هنگام تلفظش. من عند الله، نمیگیم من عند الله، من عند الله اشتباه است. من عند الله، من عند الله. پر و باریک خوندن رو وقتی که میگیم پر خونده میشه یا باریک خونده میشه، برای عزیزانی که شاید در برنامه گذشته با ما نبودن، منظور از پر خوندن اینه که در هنگام تلفظ اون الف دهان به سمت بالا باز میشه، اینو میگیم پر خوندن. اما جاهایی که باریک خونده میشه دهان به جای اینکه عمودی باز بشه افقی باز میشه. مثالش مثلا در همین ابتدای آیه که داشتیم، اول آیه 77 اولا یعلمون ان الله، ان الله، دقیق کنید دهان به سمت بالا باز میشه، این الان پر خونده میشه، اینجا لفظ جلاله پر خونده میشه ان الله، دهان به سمت بالا باز میشه. یا مثلا ولا الضالین، مثلا ضاد وقتی که دهان به سمت بالا باز میشه اینو میگیم پر خوندن، یعنی دهان رو به سمت بالا باز کردن. اما در باریک خوندن دهان به سمت بالا باز نمیشه، از بغل باز میشه. مثل اینجا من عند الله، من عند الله، دهان نمیره بالا، نمیگیم من عند الله، نه من عند الله، نه من عند الله. اینها نکات ریزی است که ان شاء الله از این دقت خواهند کرد. خب بریم سراغ آیه. من عند الله لیشتروا، لیشتروا، ضمه بعدش باب، صدای او، ترو. این الف علامت صفر، هر جا روی الف این الف رو دیدید علامت صفر روش هست، یعنی هیچ جایی از اعراب در این جمله، جایی از به اصطلاح تلفظ در این جمله نداره و خونده نمیشه، یعنی اینو صفر در نظر بگیرید انگار که نیست. به هی، کسره ه به خاطر این یا هست، این یا شکل نوشتهش فرق میکنه با یاهای عادی. این یا هست، کسره بعدش یا، صدای ای میگه، نمیگیم به ه، میگیم به هی، هی، چون این یایی که اینجا هست. به هی، به هی، لیشتروا بهی ثمنن. این تنوین ان هست، این دو تا فتحه، هر جا دو تا فتحه یا کسره یا ضمه دیدید تنوین هست. خب این فتحه اولی که خود همون نون، فتحه نون است، ثمن، یک نون ساکنی بوده اینجا که حذف شده، جاش این فتحه دوم رو گذاشتن تا دلالت بر حذف اون بکنه که میشه ثمنن. اینو رو نون ساکن فرض کنید، ثمنن، ثمنن. الان بعد از تنوین یا همون نون ساکن اینجا حرف قاف رو داریم که نه با هست و نه از حروف حلقی هست و نه از حروف یرملون. اینجا چی میشه؟ اخفا میشه، ثمنن. به همین خاطر میبینید اینا رو هم نگذاشته شیخ عثمان، این علامت های تنوینش با فاصله گذاشته شده، از اون حالت عادی که شکل هر دو تا روی هم باشه نیست، تا دلالت بکنه که این از مخرج خودش ادا نمیشه، نون حالت عادی نداره، اخفا میشه. ثمنا در بینی ادا میشه نون، ثمنا قلیلن. اینجا هم تنوین ان هست در هنگام وصل کردن، که اینجا وصل کردن اولاست، اون صاد، لام یا سلا، این سلا یعنی وصل، مخفف وصل، اولاست. این کلمه صاد از وصل گرفته شده، لا، لی از اولا، وصل اولا، یعنی اینجا وصل کنید بهتره. اگر وقف هم کرد کسی اشکالی نداره، اگر وصل کنید بهتره، معنا کامل‌تر. در هنگام حالا هر دو تا حالتش رو ما اینجا بررسی میکنیم که اگر وقف کردیم چطور خونده میشه، اگر وصل کنیم. اینجا اگر وصل نکنیم، اگر وقف بکنیم ثمنن قلیلن، دیگه نمیگیم قلیلن، میگیم قلیلا. این نون آخری رو ما در نظر نمیگیریم، میشه چی؟ قلیلا، قلیلا، ثمنا قلیلا. در هنگام وقف در نظر داشته باشید عزیزان که تنوین ان، این تنوینی که اینجا هست، تنوین ان در هنگام وقت تبدیل میشه به الف. تنوین ان، بقیه تنوین ها نه، بقیه تنوین ها تبدیل نمیشن، ساکن میشن، اما این تنوین تبدیل میشه به
الف و ثمنا قلیلا الف خونده میشه در آخرش. خب اگر اینو وصل بکنیم، این در حالتی بود که ما اینجا وقف بکنیم که میشد قلیلا، اما اگر وصلش کنیم که اینجا وصل هم اولا هست، بعد از تنوین الان چون تنوین هست اتوماتیک وار باید بریم ببینیم بعدش چی هست که کدوم قاعده از اون 4 تا اجرا میشه. بعد از تنوین اینجا در خط بچه داریم فا، حرف فا رو داریم، نه با هست نه از حروف یرملون است، نه از اون 6 حرف حلقی همزه و ها و عین و ها و غین و خا. خب این الان کدوم قاعده اجرا میشه؟ قاعده 4 که همون اخفا هست. دوباره اینجا تنوین شکل نوشتنش هم در حدودی بر ما دلالت میکرد چون دقیقاً رو هم نبودن و به همین خاطر این قلیلاً آخر خط رو هم ما در اینجا وقتی که میخوایم تلفظ بکنیم میگیم ثمنا قلیلا فویل. در هنگام تلفظ اینجا هم باز اخفا میشه به مانند ثمنا هم اخفا شد، اینجا قلیلا هم اخفا میشه در هنگام وصل کردن برای ادامه موضوع. در خط بعدی ثمنا قلیلا فویلون، اینجا تنوین بعدش لام اومده میچسبه، تبدیل میشه تنوین به حرف ما، بعد لام خود تلفظ میشه. اینجا دیگه تنوین تلفظ نمیشه، لام تلفظ میشه. چی میشه؟ فویلول لهم. اینجا میم علامت نگذاشته ولی از اون 4 حرف واو و الف و لام و یا نیست، حروف ناخوانا یا هم حروف والی، به خاطر اینکه اینجا شیخ بعدش تشدید گذاشته حرف میم بعدی رو تا دلالت بکنه که این دوتا تشدید خونده بشه. این میم رو به خاطر این حرف بعدی رو مشدد میکنه که غنه بشه. اینجا شیخ عثمان نشان در این باب بیشتر توضیح خواهیم داد. خب خلاصه کلام اینه که اینجا میم تشدید داره، ما این رو در نظر نمیگیریم، دومی رو در نظر میگیریم. لهم میم ما، اینجا الان چند تا نون داریم؟ ما 2 تا میم اینجا داریم و 2 تا اینجا، 4 تا میم اینجا هست. اینو که هیچی، به خاطر این تشدید دیگه ما این رو در نظر نمیگیریم. اگه این تشدید نبود اینجا یک علامت ساکن روی این قرار میگرفت. شاید بعضی نسخه ها این رو تشدید نگذاره، اینجا ساکن بگذاره. لهم یک میم میم این 2 تا، دوباره ما 4 تا. لهم مما 4 تا میم اینجا پشت سر هم هست. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما. دقیقا این تعبیر تا اینجا مثل تعبیر اول خط بود، در اول خط هم همین تعبیر رو اینجا هم داشت. و ویل لهم مما یکسبون. نون در آخر کاملا ساکن میشه و هیچ حرکتی نباید بگیره. دقت کنید که نون آخر رو حرکت ندید. یکسبون، همین که زبانتون به مخرج نون رسید همونجا نگرش دارید، اینجوری نشه یکسبون. بعضی از عزیزان اینجوری میکنن یکسبون، یک کسری به نون میدن در آخر یا یک قلقله میکنن. نه، یکسبون، هیچ حرکتی پیدا نکنید. این آیه را از اول با هم میخونیم، آیه 79 رو. فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. اینجا من وقف کردم، من دوباره همین ادامه میدم. لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. این آیه 79. آیه 80 رو با هم شما شروع میکنیم و قاف فتحه بعدش الف پر خونده میشه چون از اون 8 حرف هست. و قالو این الف خوانده نمیشه. و قالو لن، نون اینجا علامت ساکنش مخفی هست، اخفا میشه و چون بعدش هم تا یکی از حروف یرملون نیست، از حروف حلقی هم نیست، با هم نیست، اینجا اخفا میشه. نون از مخرج خودش ادا نمیشه، لن از بینی ادا میشه. لن تمسنا، تا اینجا میشه تمسنا.
و قالوا لن تمسنا تا اینجا. اما بعدش چی میشه؟ این الف خوانده نمیشه، این لام هم خوانده نمیشه چون علامت نداره. نون تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت. این لام که حرکت نداره، اینم که علامت حرکت نیست، اینم که حرکت نداره، نون میچسبه به نون. به همین خاطر دیگه نمیشه لم تمسنا. اگه وقف کنیم تمسنا میشه، اما در هنگام وصل چون نون کلمه نار نیاز داره به حرکت ما قبل، میچسبه نون به نون، میشه چی؟ لن تمسنا النار، لن تمسنا النار. اینجا نون میچسبه به نون. الا یا دوبار خونده میشه من. اینجا اگر وقف کنیم میشه ایام. اگر ادامه بدیم میم تنوین داره، بعد از تنوین الان باید ببینیم چی هست. حرف میمه. حرف میم یکی از 6 حرف حروفی الملون بود، یکی از اون 6 حرف هست. حرف میم، این حرف میم یکی از حروفی الملونه، به همین خاطر تنوین تبدیل میشه به حرف میم بعدی و حرف میم این تشدیدی که حرف میم گرفته به خاطر اون نون ساکنی که تبدیل به میم شده. الان اینجا ما چی میخونیم؟ نون دیگه تلفظ نمیشه، اصلا در نظر نمیگیریم، میم میچسبه به میم. ایامم معدوده. این علامت جیم، یعنی اینجا اجازه دارید که وقف کنید یا ادامه بدید، جایز هست هر دو حالت. اینجا اگر وقف کنیم چطور میشه و اگر ادامه بدیم چطور میشه؟ خب در حالت اول، در حالت ادامه دادن رو ما الان دقت میکنیم. ببینید که یک استثنایی رو ما در موضوع وقف برای شما عزیزان گفته بودیم که تنوین ان هر وقت که وقف کنیم صدای آ میگیره. دو تا استثناء وجود داره. یکی همین تنوین ان هست که وقتی وقف کنیم صدای آ میگیره. یک تنوین دیگه، یک حرکت دیگه هم هست، حرف دیگه. این حرف همین تا، اینی که الان ما داریم هی پایانی به اصطلاح هی مدوره، ما در فارسی تا نداریم، این رو ما ه میخونیم. در عربی تا هم بهش میگن تای مدور. دو تا نقطه وقتی که روی ه میاد دیگه صدای ت میده، صدای ت خونده میشه. و این در هنگام وقف این حرف یعنی همین هی که دو تا نقطه داره، هم حرکتش رو از دست میده، همون دو تا نقطه رو از دست میده. در هنگام وقف کلا فقط ه خونده میشه. برگردیم ببینیم الان اینجا چطور خونده میشه. الان ما در این صحبتمون روی این بود. الان اینجا وقتی که وقف بکنیم هم این دو نقطه میپره، هم این علامت میپره. چی میشه؟ معدوده. فکر کنید اینها اصلا هیچ نیستن. معدوده اگر وقف کنیم. اما اگر وقف نکردیم و ادامه دادیم، خواستیم ادامه بدیم، اون موقع همین ت خونده میشه، همین تنوین سر جای خودش هست. خب تنوین بعدش چی هست؟ بعدش حرف قاف هست. اینجا اخفا میشه، قاعده اخفا صورت میگیره و تنوین از مخرج خودش ادا نمیشه و اخفا میشه. اینجا چطور خونده میشه؟ میشه معدودتا قل. معدودتا قل اتخذتم. دقت کنید، اتخذتم دوبار ت خونده میشه. اتخذتم عند الله. اینجا نون علامت ساکنش رو شیخ عثمان نگذاشته به خاطر اینکه اینجا نشان بده که اخفا میشه، علامت رو مخفی کرده تا دلالت بر اخفا بکنه. بعد از نون دال اومده که نه از حروف یرملون، نه حلقی و نه حرف با، قاعده اخفا صورت میگیره. عند الله. لفظ جلاله اینجا قبل از لفظ جلاله فتحه وجود داره، به همین خاطر لفظ جلاله پر خوانده میشه. عند الله، برخلاف اون چیزی که در خط بالا بود. ببینیم اون خط بالا رو ببینید، یک فرقی بین این دوتا. الان اینجا عند الله، کلمه اند اینجا چون کسره داشت، اینجا چون کلمه ان مجرور به حرف جر بود اینجا کسره گرفت، اما اینجا نه. اینجا من عند الله، اینجا پر خونده نشد، اما اینجا پر خونده میشه. عند الله، عند الله. خب ادامه میدیم همین خط رو. اتخذتم عند الله عهدا. اینجا باز هم ما این الفی که اینجا هست اگر روی این کلمه وقف بشه میشه عهدا.
اتخذتم عند الله عهدا، اما وقف نمی‌کنیم. من گفتم به خاطر اینکه اگر وقف بشه بدونیم چطور میگه. اینجا محل وقف نیست، چون نه معنا کامل میشه نه علامت وقفی وجود داره. خب این رو تنوین بعدش چی اومده؟ فا نه حروف یرمنونه نه حروف حلقی و نه حرف با. اینجا بازم اخفا میشه. از شکل نوشتن تنوین هم میشد تشخیص داد که اینجا اظهار نمیشه. اینجا خب عهدا از بینی ادا میشه، مقداری هم مکس میشه روش. عهدا فلن. الان این نون رو ما اینجا داریم. نون ساکنه. ساکنش رو هم شیخ عثمان نگذاشته تا دلالت بکنه که اینجا اظهار نمیشه، قاعده دیگر صورت میکنه. یا بعد از نون قرار گرفته، بعد از نون یا قرار گرفته، چه اتفاقی میفته؟ بعد از نون یا میشه، یا چی میشه؟ یکی از حروف یرمنونه دیگه، تبدیل میشه به حرف ما بعد خودش. نون تبدیل میشه به حرف ما بعد خودش و اینجا چی خونده میشه؟ به جای نون یا تلفظ میشه. به جای نون یا تلفظ میشه. میشه چی؟ فلی یخلیف. اینجا نون بعدش یا قرار گرفته، تبدیل میشه به یا. و این رو چرا حالا شیخ مثلا اینجا به جای اینکه روی یا تشدید نگذاشت؟ به خاطر اینکه ما یک قاعده‌ای در حروف حلقی داریم. در قاعده یرملون یک نکته لطیفی هم در بین حروف یرملون، یک نکته حدیثی است که در ادغام وقتی که صورت میگیره در این 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون، در دو حرف لام و را، به غیر از این دو حرف در 4 تای دیگه یک کمی مقداری ما غنه داریم در هنگام ادای حرف و به همین خاطر یعنی این مقداری صدا از بینی ادا میشه. به همین خاطر تشدید رو ما روی لام و را، هر جایی که تشدید حرف ادغام صورت میگیره، قاعده ادغام بعد از تنوین یا نون، شیخ عثمان طاها روی لام و را تشدید رو میگذاره، چون اونجا ادغام کامل صورت میگیره. اما در تلفظ چون روی 4 حرف دیگه یا، میم، واو و نون، روی این 4 حرف چون مقدار اخفا میشه از بینی، شیخ عثمان تشدید رو نمیگذاره و مخفی میکنه تا دلالت بکنه که مقداری صدا از بینی مخفی میشه. حالا این رو ان شاء الله باز توضیحات بیشتری دربارش خواهیم داد به تفصیل. درباره الان اینجا مهم اینه که نون تلفظ نمیشه. فلن نمیگیم فلن یخلف، میگیم فلی یخلف الله. لفظ جلاله اینجا دوباره پرخون نمیشه به خاطر فتحه ما قبلش. فلن یخلف الله عهده. اگر وقف کنیم میشه عهده. خلاص این علامت هم که یعنی وصل اولاست. خب حالا اگر ما وصل کردیم چی میشه؟ عهده هو. ببینید الان این هی دو چشم ضمه داره، بعدش واو اومده. اولا این صدای او میگیره، عهدهو. این مد هم سبب میشه که همین صدای او باز کشیده هم بشه. عهدهو. این به این خاطر این مد گذاشته شده. خب فلن یخلف الله عهده ام تقولون لله. لام این فتحه لام در لفظ علا میچسبه به لام لفظ جلاله و چون لفظ جلاله ما قبلش فتحه قرار گرفته، حرکت ما قبلش فتحه هست، پر خونده میشه. این یا اینجا چون هیچ حرکتی نداره هیچ خونده نمیشه. ما گفتیم 4 تا حرف واو، الف، لام، یا که سر هم نوشته بشه میشه والی. اینا حروف ناخوانا هستن، اگر هیچ حرکتی نداشتن خوانده نمیشن. فقط همین 4 حرف هم که علامت نداشته باشن خوانده نمیشن. علی الله ما لا تعلمون. این هم از آیه 80 از ابتدای آیه با هم یه بار میخونیم این آیه رو. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. من اینجا وقف کردم. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. در هنگام وقف اینجا دقت کنید که عهده شد دیگه، از اون فتح ضمه و از اون مد از اون هیچ کدوم خبری نیست. این حالت وقفش. حالا اگه مثلا ادامه بدیم
فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این هم آیه 80. میریم آیه 81 رو. بله لام فتحه بعدش این الف قرار گرفته. اینجا دیگه یا خونده نمیشه، الف خونده میشه. صدای چی میگیره؟ فتحه بعدش صدای آ میگیره. بله. جیم هم که یعنی میتونیم همینجا وقف کنیم. بله. خب ادامهش من نون ساکن علامت ساکنش هم حذف شده، مخفی شده، اینجا اخفا میشه. من کسب سی تن تن. فقط یا اینجا تشدیدش کمی دقت میخواد. خود یه کسره داره. تن. تنوین بعدش چی اومده؟ حرف واو اومده. خب الان اینجا حرف واو یکی از حروف المانیه تبدیل میشه تبدیل به حرف بعدیش. اینجا تنوین رو باید واو تلفظ کنیم. سیئتو و احاطت بهی خطی. دقت کنید اینجا این یا خطی، اینجا این مد سبب میشه که ما این یا رو بکشیم. خطی خطیئته فاو. الان این او نمیشه. اینجا رو دقت کنید. این واو چون این علامت صفر روش قرار گرفته، مثل اون الفایی که علامت صفر روش قرار میگرفت خونده نمیشه. اگر اینجا این علامت روی این نبود اون موقع تلفظ فرق میکرد. الان ما فقط این همزه رو داریم. شما اصلا این واو رو در نظر نگیرید. الان چی میشه؟ او. نمیشه او. الان نمیشه او. نگید بعد از ضمه گفتید بعد از ضمه واو قرار گرفته. واوی که صفر روش نباشه. این واو این صفر یعنی اصلا این واو انگار نیست. نوشته میشه اما هیچ نقشی نداره در خواندن. به همین خاطر صفر نوشته شده تا کسی این رو او نخونه. نگه فاولائک، نه او. این رو اصلا در نظر نگیرید. این واو اصلا انگار نیست. فاولائک اینو فاو نخونید. فاولائک نه. اگر این صفر روی این واو نبود بله اون موقع میشد فاولائک. اما این صفر چون سبب شده که این واو اصلا هیچ نقشی نداشته باشه در جمله، در تلاوت، در قرائت، میشه فاولائک اصحاب النار. تا اینجا اگر وصلش کنیم میشه اصحاب النار. اگر وقف کنیم میشه اصحاب النار هم فیها خا. این حرف خا از اون 8 حرفیه که پر خونده میشه وقتی که روش الف قرار بگیره. صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را. اینجا خا پر خونده میشه. میشه چی؟ خالدون. نمیگیم خالدون. فرق بین این دو تا رو دقت کنید. پر خواندن و باریک خواندن خا فرقش چیه؟ خالدون. خالدون اشتباهه. این خا رو ما باید پر بخونیم. میشه چی؟ خالدون. این آیه رو از اول میخونیم. آیه 81 رو. بله. این وقتی که بخوایم وقفش کنیم، وقف هم نکنیم تلفظ فرقی نمیکنه در هر دو حالت. در هر دو حالت وقف یا عدم وقف تلفظ فرقی نمیکنه. فقط بحث نفس گرفتن هست اینجا. کسی میتونه وقف کنه. اینجا اگه وقف کنه میگه نفس میگیره راحتی. وقتی وقف هم نکنه نفس نمیگیره، رد میشه. بلا من کسب سیئة و احاطت به خطیئته فاولئک. اینجا وقف کردم. فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه 82. الف اینجا هیچ نقشی نداره، خونده نمیشه. لام نیاز به فتحه ما قبل داره. والذین آمنوا این الف هیچ نقشی نداره. و عاملوا تا اینجا این الف خوانده نمیشه. این الف وصل هم که در انگام وصل خوانده نمیشه.
این لام هم علامت نداره خوانده نمیشه. این سه تا هیچ نقشی ندارن در تلاوت. صاد تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. حرکت ما قبل کجاست؟ این که نداشت، اینم نداشت، اینم نداشت، اینم نداره. این 4 حرف هیچ کدوم حرکت ندارن. فقط لام ضمه داره. ما الان برای خواندن صاد نیاز به ضمه لام داریم، میچسبونیمش به صاد. میشه چی؟ و عمیلوس. دقیقاً لام میچسبه به صاد. این 4 تا همه حذف میشن در تلاوت. و عمیلوالصالحات و عمیلوالصالحات. صاد پر خونده میشه اینجا چون از اون 8 حرف هست. چطور میشه؟ و عمیلوالصالحات اولئک اصحاب الجنه. اصحاب الجنه. این در هنگام وقف این 2 تا نقطه هم میپره، این کسره هم میپره، این فقط یک های ساکن میمونه. میشه چی؟ جنه در هنگام وقف کردن. اما چون اینجا وصل کردن اولاست، اگر وصلش کنیم میشه چی؟ اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. خب این آیه رو یک بار با هم میخونیم. آیه 82 رو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. آیه 83 رو آیه آخر صفحه رو شروع میکنیم. و اذ اخذنا میثاق بنی. اینجا مد روی یا هست، بعد یا رو بکشیم. بنی اسرا. فتحه بعدش الف مد هم داره، بعد الف کشیده بشه بیشتر از حد متوسط. را یکی از اون 8 حرفیه که پر خونده میشه وقتی روش الف باشه. اسرا نمیگیم اسره، نه این اشتباهست. اسرائیل لا تعبدون الا الله. لفظ جلاله قبلش فتحه داره، پر خونده میشه. اینجا لام الان نمیگیم الا، خودش به تنهایی الا خونده نمیشه، چون اینجا الان ما این لفظ جلاله تشدیدش نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. این حرکت رو ما الا از این کمک میگیریم. الا الله و بیل الف خوانده نمیشه در هنگام وصل، فتحه میچسبه به لام. بیل و واو پر خونده نمیشه. و لیدینی احسانا. اگر وقف کنیم میشه و بیل والدین احسانا اگر وقف کنیم. اگر وقف نکنیم تنوین بعدش واو اومده، حروف یرملون تبدیل میشه به واو، میشه احسانا. نمیگیم احسانا، احسانا. و ذل. دقت کنید این کسره بعدش یا صدای ای میگیره و میچسبه به لام. ذل ذل قرب والیتام والیتام و ذل قرب والیتام والمساکین والمساکین. اگر اینجا وقف کنیم میشه والمساکین اگر وقف کنیم. در هنگام وقف هر جایی که این قاعده کلی ما داریم که معنا کامل شد میتونید وقف کنید. حالا ولی اینکه این علائم وقف مثلا جیم یا صلا یا قلا این علائم نباشه میشه وقف کرد. البته خب این نیاز به آشنایی به معانی قرآن کریم داره که فقط عزیزانی که آشنا هستن میتونن از این قاعده استفاده کنن. عزیزانی که آشنا نیستن با معانی قرآن کریم میتونید جاهایی که علائم مثلا جیم هست، قلا هست، صلا هست وقف کنید و میتونید که به هر حال اگر وقف کردید در جایی که این علائم نبود و استعانات دیگه چیکار بکنید، از کجا شروع بکنید؟ برگردید از یکی دو کلمه قبلش شروع بکنید. از جایی که یکی دو کلمه قبل رو دوباره تکرار بکنید، دوباره برگردید بیاید و تلاوتتون رو ادامه بدید. اینجا هم الان ما روی کلمه مساکین میشه لحاظ معنایی کامل میشه، اما کسی به خاطر احتیاط بیشتر میشه مثلا دوباره
مثلا از اینجا شروع کرد والیتام و المساکین و قولو، این الف خوانده نمیشه، و قولو للناس. اینجا این لام وسط خوانده نمیشه، اون 4 حرف واو الف لام یا والی وقتی سر هم نوشته میشن و هیچ علامتی نداشت، وقتی که نوشته بشه سر هم والی خونده میشه. این لام یکی از اون 4 حرف است که وقتی علامت نداشته باشن خوانده نمیشن. لام، این لام اول کسره لام میچسبه به نون تشدیددار، چون نون نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. لین ناسی، لین ناسی حسنا، مثل خط بالا، دقیقا مثل اینجا، دقیقا همین کار تکرار شد. تنوین بعدش واو، اینجا هم تنوین بعدش واو. میتونیم وقف کنیم اینجا و قولوا للناس حسنا، اگر وقف کردیم میشه حسنا، معنی کامله تا اینجا. ولی اگر ادامه دادیم دیگه اونجا تنوین تبدیل میشه به چی؟ به حرف بعد که واو است، میشه حسنا و اقیمو. اینجا خود این کلمه به تنهایی اقیمو خونده میشه، این الف خوانده نمیشه، این هم چی، این لام هم خوانده نمیشه. صاد نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که واو هست. این 4 تا باز این وسط هیچ نقشی نداره، به همین خاطر اینجا چون کلمه ما بعد نیاز به حرکت ما قبل داره دیگه اقیمو خونده نمیشه. میم از اینجا دیگه از واو به بعد در نظر گرفته نمیشه، از میم که ضمه داره میچسبه به صاد و اقیموا الصلاة. دقیقاً اینجا میم رو ما میچسبونیم به این کلمه صاد و دیگه ما قبلش هرچی هست خونده نمیشه و هیچ نقشی نداره. صلاة، لام فتحه داره بعدش الف، پر خونده نمیشه. صلاة و اینجا نگاه کنید آتو، خود این کلمه به تنهایی آتو هست، اما خیلی وقتا شکل کلمه بعدی در نحوه تلفظ کلمه قبلی هم تاثیرگذاره، مثل اینجا و مثل اقیموا الصلاة و نمونه هایی که قبلا هم گذشت. الان اینجا هم باز مثل اقیموا الصلاة، این واو، این الف، این لام، همه این 4 تا هیچ نقشی در تلاوت ندارن در قرائت. و چه اتفاقی میفته؟ الان اینجا ما مجبوریم که برای خواندن این زایی که تشدید داره از آخرین حرکت ما قبل هر کمک بگیریم که این ضمه هست و این تمی چسب مستقیم به زا و چی میشه؟ اتوز زکات و اتوز زکات. دیگه میگیم و اتوز زکات، نه اینجا دیگه او خونده نمیشه. و اتوز زکات ثم تولیتم الا قلیلا. اینجا تنوین الان بعد از تنوین چی اومده؟ بعد از تنوین میم آمده. این الف کلمت نداره، هیچ در نظر نمیگیریم دیگه، این الف کلمت نداره و از اون 4 حرف والی هست، واو الف لام یا، این نقشی نداره. تنوین بعدش میم اومده تبدیل میشه به میم. قلیلم منکم، این نون هم بعدش کاف اومده، اینجا نون علامت ساکنش مخفی شده، اخفا میشه. منکم و انتم، اینجا هم نون علامت ساکنش مخفی هست و اخفا میشه از اون حروف، چون ت نه از حروف حلقی است نه از حروف یرملون است نه حرف با است. اینجا هم اخفا میشه، اینجا هم اخفا میشه. منکم و انتم، میم 2 تا میم پشت سر هم، انتم معرضون. این آیه رو، آیه 83 یک بار به همراهش منظور میخونیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. من اینجا وقف کردم، حالا باز میتونیم یه مقداری برگردیم. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اینجا هم میشه اینجا وقف کرد. حالا من دوباره یک مقدار از عقب برمیگردم تا ادامه بدیم تلاوت رو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا. اینجا روی کلمه الا اگر وقف کنیم این الف خونده میشه چون فتحه داره و این الف
بعدش چی میشه؟ صدای آ میگیره. فتح به خاطر این الف بعدش میشه الا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. این هم از صفحه 12. اجازه بدید که تلاوت این صفحه رو هم با صدای استاد منشاوی و تکرار شاگرد به همراهش بشنویم. ان شاءالله شما هم در هنگامی که تلاوت پخش میشه شما هم تکرار کنید. وقتی که تلاوت خونده میشه، علاوه خصوص وقتی که شاگرد به همراه بعد از تلاوت استاد منشاوی تکرار میکنه، شما هم تکرار بکنید. ان شاءالله بعد از شنیدن تلاوت این صفحه برمیگردیم در خدمت شما و تلفن‌های شما عزیزان خواهیم بود و تمام عزیزانی که تماس میگیرن حتما میدونید که یا در تلاوت همین صفحه بزرگسالان با ما مشارکت خواهند کرد و عزیزانی که به هر حال نونهالان هر جایی که از قرآن کریم رو دوست داشته باشن میتونن که تلاوت بکنن. بعد از تلاوت ان شاء الله باز در خدمت شما خواهیم بود با تماسش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان مهربانان. شماره تماس رو برای شما احمد جان زنویس کرده و میتونید با این شماره تماس بگیرید و انشاءالله در موضوع برنامه که روخانی همین صفحه 12 هست برای بزرگترها و هر آن جایی که از قرآن کریم خردسالان و نونهالان عزیز خواستن با ما تماس بگیرید. اگر در موضوع روخانی قرآن کریم هم سوالی عزیزی داشت ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اولین تماس برنامه امروز رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید. سلام بر شما، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادرم؟ استاد سلیمانی شما، من از تاجیکستان زاکرجان هستم. از تاجیکستان. اسمتون، نامتان؟ نام زاکرجان. زافرجان. اگر از ابتدای این صفحه برای ما تلاوت بفرمایید. تصویر دارید یا تصویر رو روی آنتن برای شما بگذارم؟ بله ان شاء الله تلاوت میکنم. بسم الله. از ابتدای صفحه شروع کنید به تلاوت کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. احسنتم ماشاءالله ماشاءالله. بسیار عالی بود. بسیار عالی بود. استعدادتون دارم. بسیار عالی بود ماشاءالله. تلاوت بسیار زیبایی بود. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. دعا کنید ان شاء الله. متشکرم. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. تشکر از تماس. تمام استادان شبکه بسیار حق از ما سلام گویید. بزرگواری شما رو می‌رسونم. بسیار حق تو ابدی خدمت کنید. آمین آمین. تشکر از تماس شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی میگیریم. سلام علیکم. روخانی. سلام آقا. سلام. سلام بر شما. حال شما خوبه ان شاء الله؟ زنده باشید داداشم. لافظم. می‌خواستم با آقا حرف بزنم. آقای سلیمانی. من سلیمانی هستم و صدای شما رو دارم میشنوم. خودتون رو معرفی میکنید برادر؟ غفور هستم از کرمان زنگ زدم. آقا غفور از کرمان. خوش آمدید.
آقا غفور جان اگر اجازه بدید ما از ادامه تلاوت برادرمون از تاجیکستان رو شما تلاوت بفهمید از آیه 80 و قالوا لن تمسنا النار. بعد آقای سلیمانی میخواستم یکم عرض بزنم. اگر در موضوع برنامه باشه، چون که موضوع برنامه ما روخانی در قرآن. موضوع برنامه است. بفهمید. در موضوع برنامه است. بفهمید. آقای سلیمانی اینقدر ذوق زدم واسه اینکه صداتون رو شنیدم. خیلی دوستتون دارم، خیلی. الله تعالی شما رو دوست داشته باشه. متشکرم. بعد اینکه می‌خواستم ببینم قرآن که پیشتون هست چاپ کجاست؟ این نسخه که الان روی تصویر نشون میدیم. بله. این نسخه ای هست که به هر حال در چاپخانه ملک فهد در مدینه منوره چاپ میشه، بزرگترین چاپخانه قرآن کریم و بزرگترین چاپخانه روی زمین. البته این نسخه رو در ایران هم یافت میشه. بله. همین نسخه باید چجوری به چجوری تهیه‌اش کنم؟ چشم، من در این باب صحبت خواهم کرد ان شاءالله. تلاوت نمی‌فرمایید جای از قرآن رو؟ چرا اگه اجازه بدید. اگر همین صفحه رو اگر دوست داشته باشید، همین صفحه رو، یا اگر جای دیگری میخواد تلاوت کنید من در خدمتتون هستم. از آیه 80 شروع کنید. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. چشمتون میبنه. 80. و قالوا لن تمسنا النار. از اینجا شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدود قل اتتخذتم عند الله أهدى فلا يخلف الله أهدى أم تقولون على الله ما لا يعلمون. غفور جان اگر اجازه بدید، آقا غفور، من یک بار میخونم از ابتدای آیه با هم بخونم. بله. شما تکرار بفرمایید. من از ابتدای آیه میخونم. و قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم آقا غفور تماسشون قطع شد متاسفانه. کاش که می بودن. دقت کنید غفور جان که روی کلمات بیشتر دقت بکنید. عجله ای نیست، پیش خودتون تکرار بکنید انشاءالله، چون درس اول بود حتما تکرار خواهید داشت بعد از این. و روی فتحه و کسره مهم اینه که ما قواعد رو یاد بگیریم. مهم این همه عزیزانی که احساس میکنن که در خواندن مشکل دارن، از خواندن نترسید و شروع بکنید به خواندن. قواعد رو مهم اینه که ما قواعد رو یاد بگیریم که فتحه چطور خوانده میشه، کسره چطور خوانده میشه، ضمه، ساکن، تشدید، مد، اینها رو وقتی که یاد گرفتیم با تمرین بروز انشاءالله بهتر هم خواهد شد. من انشاءالله باز درباره نسخه و نحوه تهیه نسخه انشاءالله در پایان برای شما عزیز توضیح خواهم داد. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام، سحر هستم از کابل. سحر خانم از کابل. از کجا تلاوت میکنید خانم؟ میخوام سوره بقره رو بخونم. همین درس امروز رو تلاوت میکنید؟ بله. از همین آیه 80 شما از آیه‌ای که برادر غفور از کرمان صحبت تلاوت شروع کردن، از ابتدای آیه 80 بخوانید. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا
أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. احسنتم. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار عالی بود، بسیار خوب بود، ماشاءالله. متشکرم از تماس شما، موفق باشید، الله تعالی شما نگهدار. بیننده بعدی، سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خواهرم؟ رویدا هستم از آلمان. رویدا از آلمان. کدوم سوره رو تلاوت میکنید خواهرم؟ اگر موافق باشید آیه آخر همین صفحه رو تلاوت کنید. بله؟ آیه آخر همین صفحه رو تلاوت کنید. باید اخذنا میثاق بنی اسرائیل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بسیار عالی بود، ما شاء الله. میشه بیادر ما بخونه؟ چرا که نه، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام. بله سلام علیکم. سلام بلال جان. گفتم از ادامه از ابتدای صفحه شروع بکنید شما. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. درست است. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. احسنتم. ما شاء الله. صدق الله العظیم. ما شاء الله، بسیار عالی بود، بسیار خوب بود، ما شاء الله. احسن بر شما. تشکر. موفق باشید. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هست، سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید و علیکم السلام. حال شما؟ زنده باشید. بزرگواری از ایران مزاحم میشم. مراحمید قربان. اسمتون رو میفرمایید؟ مهدی هستم. آقا مهدی بزرگوار، لطف کردید. بله. آقا مهدی اگر موافق باشید از ادامه تلاوت برادرمون از آلمان شما ادامه بدید. و قالوا لن تمسنا، آیه 80 رو از ابتدای آیه 80. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأهاتت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. احسنتم آقا مهدی. فقط روی آیه 80 در بخش لفظ جلاله الله آیه 80 احمد جان نشون بدین. در آیه 80 کلمه فلن یخلف الله لفظ جلاله رو پر بخونین بهتر هست. فلن یخلف الله لفظ جلاله پر میشه فلن یخلف الله و همچنین کلمه خالدون نشه فیها در آیه 81 هم فیها خالدون اینجا هم پر خونده میشه و همچنین باز هم در آیه 82 و عملوا الصالحات هم صاد پر خونده میشه هم زیاد کش پیدا نکنه چون مد نداره اینجا و عملوا الصالحات. متشکرم از تماس شما. ببخشید موفق باشید. لطف کردید. متشکرم از تماس شما. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما. جلال هستم از ایران. آقا جلال از ایران خوش آمدید برادرم. اگر موافق باشید که آیه آخر همین سفر شما تلاوت بکنید. آیه آخر بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ما شاء الله. صدق الله العظيم. احسنتم ما شاء الله. فقط در کلمه و انتم معرضون روی میم مقداری غنه بیشتر باشه بهتر خواهد بود. جانم اگه امری دارید من در خدمتتونم. بخونم دوباره. و انتم معرضون فقط روی میم مقداری غنه بیشتر باشه مناسب تر است. با تلفن صحبت کنید. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم از تماسشون. بیننده بعدی. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام خواهرم. خودتون معرفی میکنید؟ عایشه خانم هستم از تاجیکستان. خواهرمون عایشه از تاجیکستان. از ابتدای صفحه 12 شما خواهرم شروع کنید به تلاوت. اولا یعلمون. ابتدای بقره. بله. میشه روی تلویزیون پخش کنید؟ از کدام سوره؟ سوره بقره. همین سوره الان تصویر ما برای شما گذاشتیم. همین صفحه‌ای که امروز درس ما بود. از ابتدای همین صفحه ان شاءالله شروع کنید به تلاوت کردن. از آیه 77. اولا یعلمون. با تلفن بشنوید صدای ما رو. صدای تلویزیونتون رو ببندید لطفا. أعوذ بالله من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون. ماشاءالله. خواهرم عایشه دقت کنید که الله العلی العظیم. خواهرم فقط دقت کنید آیه اول رو از آیه اول رو من اولش رو میخونم با من تکرار کنید. صدای من دارید؟ اولا یعلمون، این رو تکرار بکنید. اولا یعلم، اولا تشدید نداره لام. اولا یعلمون، تکرار کنید. اولا یعلمون. اولا یعلمون. در کلمه خط دوم آیه 78 و منهم امیون، تشدید یا دقت کنید. امیون، امیون، تکرار کنید. و منهم امیون. امیون. احسنتم. و همچنین در کلمه یظنون در آخر آیه 78 خط سوم، یظنون و انهم الا یظنون، نون تشدید داره. یظنون، تکرار کنید. و انهم الا یظنون. خواهرمون مثل که ارتباطشون قطع شد. متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. رو خوانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هسته. سلام بر شما، بفرمایید. الو. سلام بر شما. محمد آصف هستم از تهران. یک بار دیگه لطف کنید اسمتون رو بگید. محمد آصف هم از تهران. آقای محمد آصف از تهران. خوش آمدید برادرم. از ابتدای آیه 80 شما شروع کنید به تلاوت کردن. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. محمد آصف جان، من یک بار از ابتدای آیه تلاوت میکنم، شما با من تکرار کنید. خوبه؟ من از ابتدا چشمتون میبرم. و قالوا لن تمسنا النار تمسنا النار پر نشه، نارو نه، نارو. وقالوا لن تمسنا النار، تکرار کنید. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.
عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده يخلف الله يخلف الله فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ما على الله ما لا تعلمون. احسنتم ماشاءالله. متشکر از تماس شما مهندس افشان. تشکر از برنامه خوبتان، خیلی ممنون. خدا الله تعالی شما را رسول کنه. متشکر از تماس شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جواب آیه را میخوام. خودتون رو معرفی میکنید برادرم؟ بحرالدین هستم از تاجیکستان. خدمت الله. از از شما از آیه 81 شروع کنید. بلا من کسب سیئه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا من كسب سيئة وحاط. متاسفانه تماسشون قطع شد. شروع تلاوتشون نشان از یک تلاوت قوی داشت. کاش ادامه میدادن. اگر ایشون دوباره بحث شد احمد جان بحث کن. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم فرزند خونم. بسم الله. نامشون رو ذکر بکنید و بدید از کدام سوره تلاوت میکنن. السلام علیکم. علیکم السلام. نامتان چیست عمو جان؟ نامتان چیست؟ نفهمیدم. کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الناس من ماشاءالله ماشاءالله عمو جان ماشاءالله بسیار عالی بود. ماشاءالله. متشکرم از تماس شما. استاد بخشید سوالی داشتم. بفرمایید. برای کودکانی که 6 سالن شما فرمودید که میفهمن اینها خواندن نمیتونن و چه به آنها آموزاندن لازم است. و استاد خواهش دیگر داشتم مخرج حرفای صاد زاد و زا را فرمانید استاد. صاد ضاد و زا. کدام ذا؟ ذال صاد ضاد ازغه زا زا بله. استاد بعد کدام دندان ها استفاده کرده می شود و کدام پهلوی زبان همین را میفهمانید استاد. دیگر سوالی نداشتم و سلامی مرا و مادر بزرگوارم را و استاد بزرگوار فرزندی حضرت عمر رضی الله عنه محمد انصاری رسانید و کارگرانی پشت صحنه علای مهربان جزای خیر و همه شما و عوض و احمد جان و دیگر کارمندان شبکه جهانی رسالت. تماسشون قطع شده همه جان پیش من. نمیدونم صدا پیش شما هست؟ ظاهرا رو خط هستن هنوز. قطع شد متاسفانه تماسشون قطع شد. چشم من انشالله سوالهایی رو که شما داشتین انشالله توضیح خواهم داد در این باب. یکی
سن کودکانی که روخانی بلد نیستن. ان شاء الله اجازه بدید سوال‌ها رو من در پایین همه رو با هم جواب بدم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام. نامتان چیست؟ اسمم عرفان است. محمد عرفان. محمد عرفان جان. عمو جان چند ساله هستین؟ 7 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. 7 ساله. از کجا زنگ میزنی محمد عرفان جان؟ از افغانستان. از افغانستان. ماشاءالله چه زبان شیرینی هم داره محمد عرفان جان. کدام سوره تلاوت میکنی عمو جان؟ سورة تبت يدا. سوره تبت یدا، سوره مسد. بسم الله عمو جان شروع کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ويصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار عالی بود. بسیار خوب بود محمد عرفان جان. ماشاءالله. خواهرم قرائت میکند. بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر محمد عرفان نام شما چیست؟ حسنا. یک بار دیگر. حسنا. والله من حسنا. میخوام سورة نوح را تلاوت. کدام سوره؟ بروج؟ سورة نوح آیه سوره نوح علیه السلام. نوح. سوره نوح. چشم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار عالی بود. بسیار زیبا بود. ماشاءالله. متشکرم از تماس شما. اگر امر دیگری دارید من در خدمتتون هستم. تشکر. برنامه خوب شما. متشکرم از تماس شما. لطف کردید. ممنون از تماس شما. خدا حافظ. الله یار و نگهدار شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو سلام. سلام عمو جان. ستاره هستم. خوبی عمو جان؟ بله. من میخواستم صفحه 12 رو بخونم. بسم الله عمو جان. از ابتدای صفحه شروع کن. چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. احسنتم عمو جان، احسنتم. فقط ستاره خانم عمو جان، من آیه 78 رو ابتدایش رو تکرار میکنم، شما با من تکرار کنید. باشه عمو جان؟ و منهم امیون و منهم امیون. تکرار کنید. و منهم امیون. احسنتم. همین کلمه رو فقط حواستون بیشتر باشه که میم هم میم تشدید داره هم یا تشدید داره. درسته؟ ممنونم از تماستون عمو جان. خداحافظ. خدا نگهدارتون. موفق باشید. الله یار نگهدارش باشه. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما. بیننده گرامی سلام بر شما. از تاجیکستان. صدای تلفنتون رو ببندید لطفاً. صدای تلویزیونتون رو ببخشید. صدای تلویزیون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. خودتون رو معرفی میکنید؟ میخوام سوره بخونم. کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ سوره عمه. سوره نبأ. سوره نبأ. بسم الله. مقداری از تلویزیون فاصله بگیرید که صدای تلویزیون در تلفن تکرار نشه. مقداری از تلویزیون فاصله بگیرید، سوره نبأ رو شروع کنید. بسم الله. از تلویزیون مقداری فاصله بگیرید که صدای تلویزیون در تلفن مشکل ایجاد نکنه، بعد شروع کنید به تلاوت. بسم الله. بسم الله خانم، شروع کنید. بسم الله، شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تلفن صحبت کنید خواهرم. بس شما به تلویزیون گوش نکنید، ادامه بدید، تلاوتتون ادامه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا والجبال عودا. من تشکر میکنم از شما، ممنون از تماس شما. ماشاءالله، متشکرم. چون صدای تلویزیون شما داره مشکل ایجاد میکنه. خواهش من از همه شما عزیزان این هست که هر وقت تماستون برقرار شد با تلفن صحبت کنید یا صدای تلویزیون رو ببندید. آیا احیانا اگر دوستان یا خانواده نشستن دوست دارن صدا رو گوش بکنن، از تلویزیون فاصله بگیرید، چون صدا از تلویزیون حدودا تا 20 ثانیه تأخیر داره وقتی صدا به شما برسه و این در کار ما مشکل ایجاد میکنه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ من عزیزه هستم از فرا. خواهرمون عزیزه از فرای افغانستان. کدوم سوره تلاوت میکنید؟ اگر موافق باشید از آیه 80 شما ادامه بدید. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. آیه سوره بقره همین آیه 77. 77 رو میخونید، مشکل نیست. از ابتدا شروع کنید. از ابتدای صفحه 77 شروع کنید. درست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. احسنتم. خواهرم فقط دقت کنید که در کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خود کلمه شیطان پر خونده میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تکرار کنید با من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احسنتم. بعد در خود بحث مصحف هم کلمه عند الله پر نخونید این کلمه رو. عند الله اتخذتم عند الله اون پر میشه اما عند الله پر نمیشه. همین رو فقط مد نظرتون باشه. عند الله من عند الله. بله من عند الله. متشکرم از تماس شما. اگر فرمایش دیگری ندارید من خداحافظی میکنم. تشکر شما از برنامه خوبتون. تشکر. موفق باشید. الله تعالی موفق باشید. بیننده بعدی سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. و علیکم السلام. بحریدین هستم از تاجیکستان. بحریدین جان تماستون پیشتر قطع شد. بفرمایید. از آیه 80 شما شروع کنید برادرم. از آیه 80 وقالوا لن تمسنا النار. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. یک بار دیگه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. کجا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. احسنتم. ماشاءالله ماشاءالله بسیار زیبا بود. ماشاءالله الله تعالی به شما صدای بسیار زیبایی هدیه داده که انشاءالله از این صدا بیشتر و بیشتر در راه تلاوت قرآن کریم استفاده خواهید کرد. متشکرم از تماس شما. تشکر میکنم از تماس شما. تماسشون قطع شد در پایان. بیننده بعدی سلام بر شما. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید. سلام بر شما بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید. نوبت از دستتون در رفت دیگه شاید گیرتون نیاد. بسم الله. اگر صدای منو میشنوید سلام بر شما بفرمایید. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید.
احمد جان اجازه بدید من پاسخ به سوالهای عزیزانی رو که پرسیدن داشته باشیم تا باز برسیم به موضوع تلاوت‌های جدید اگر فرصتی شد. آقا غفور فرمودن که این نسخه ای رو که ما استفاده میکنیم، نسخه ای که ما استفاده میکنیم، البته اگر منظورتون خود نسخه که روی تصویر هست، نسخه الکترونیکی هست و نسخه اگر بخواید نسخه خود مصحف رو داشته باشید، مصاحفی هست که ما بیشتر مصاحفی که به این اندازه به این شکل یا به شکل‌های بزرگتر چاپ میشه در چاپخانه قرآن کریم ملک فهد در مدینه منوره که بزرگترین چاپخانه روی زمین هست، و سالانه حدود 15 میلیون نسخه قرآن کریم رو هدیه میده به امت اسلامی. و این نسخه ها خب خطش خط شیخ عثمان طاها هست و ایشون الان در قید حیات هستن و هنوز هم دارن کتابت میکنن و ایشون از علما و مشایخ سوریه هستن که از برادران کرد سوریه هستن و الحمدلله الله تعالی بهشون این سعادت رو نصیب کرده که نزدیک 300 میلیون نسخه قرآن کریم از نسخه‌ای که ایشون نوشتن و فقط چاپخانه ملک فهد به صورت رایگان در کل دنیا پخش کرد و گیر میاد. حالا شاید این چاپ گیر نیاد در داخل ایران به خاطر تعصباتی که متاسفانه وجود داره منع بکنن وارد شدن این نسخه ها رو اونجا، اما همین خط در ایران هم چاپ میشه. یعنی برز پوزش نسخه عثمان طاها رو شما هر جا که برید در ایران هم هر جا که انتشاراتی باشه که قرآن چاپ کرده باشه برید در همه شهرها یافت میشه، در تهران، در اصفهان، در کرمان، مشهد، تبریز. شما برید بپرسید بگید نسخه عثمان طاها میخوام، قرآن نسخه عثمان طاها، خط همین خط هست و خطات هم همین خطاته، فقط فرقش اینه که اون نسخه‌ای که در خارج از چاپخانه ملک فهد چاپ میشه، یک نسخه در ایران و مصر و سوریه و امارات و کشورهای دیگه اون نسخه بیشتر چاپ میشه. اولین نسخه است که ایشون نوشته و نسخه‌های بعدی که ایشون نوشته چون حق انحصاری چاپش به دست چاپخانه مدینه منوره است دیگه جای دیگه چاپ نمیشن، اما خط همون خطه و خطات هم همون خطاته و ویژگی‌های صفحه هم نسبتاً همشون مشترکه. حالا گرچه به قول خود ایشون من از ایشون پرسیدم که چرا انقدر شما نسخه‌های جدید می‌نویسی، اگه یک نسخه می بود برای حفاظ حتی شاید راحت‌تر بود حفظ کردن. فرمود که من هر نسخه رو که می‌نویسم احساس می‌کنم زیباترش رو هم میتونم بنویسم و دوست دارم زیباتر بنویسم. هست نسخه عثمان طاها بگید. عثمان طاها اسم خطات این مصحف است که خطاطی کرده، این خط رو، این خط دسته و با دست نوشته این نسخه رو، تمام نسخه‌اشو با دست نوشته. هر جا که بگید نسخه عثمان طاها میتونید این نسخه‌ای که ما الان روش کار میکنیم رو پیدا بکنید. و این از سوال برادرمون. از اینترنت هم اگر در دسترسی دارید با اینترنت برید بنویسید مصحف قرآن کریم عثمان طاها بنویسید، صفحات کل قرآن کریم در سایت‌های مختلف یافت میشه و اگر باز پیدا نکردید میتونید با ایمیل بنده مکاتبه بکنید، من نسخه‌های پی دی افش رو براتون بفرستم. سلیمانی@رساله‌حق.tv. درباره سوال برادرمون خواهرمون از تاجیکستان که فرمودن برای کودکانی که روحانی بلد نیستن ما چگونه به اونها یاد بدیم قرآن کریم رو، من قبلا هم در این باب صحبتی کردم و گفتم که از اونجایی که اون عزیزانی که روحانی بلد نیستن علاوه خصوص در زیر سن مثلا 6 سال به پایین، 7 سال به پایین که تازه شروع میکنن به خواندن الفبا، در اون زمان فقط تنها راهی که ما میتونیم داشته باشیم تکرار هست. یعنی ما تکرار بکنیم و اونها بشنون از طریق گوش و تکرار بکنن، راه دیگه ای نیست فعلا تا وقتی که روحانی بلد نباشن. و این تکرارها رو در سالهای اول علاوه خصوص 3 سالگی، 4 سالگی، 5 سالگی، در سالهای اول کلمه کلمه بعد شروع بکنیم. انتظار نداشته باشید که فرزند شما در یک روز مثلا بتونه که یک جمله رو حفظ بکنه، یک خط رو حفظ بکنه، 2-3 کلمه رو با هم حفظ بکنه. نه، عجله نکنید، حرف به حرف، کلمه به کلمه تکرار کنید و از اون بخواید که تکرار بکنه. طبیعتا این وقتی است که به صحبت بیاد و شروع بکنه به صحبت کردن و بتونه حرف بزنه. یعنی حداقل 2-3 سالی باید شما 1 سال 2 سال اول صبر بکنید. میتونید تو دوران براش قرآن بگذارید که گوش بکنه قبل از اینکه حرف میزنه. بعد از اینکه شروع کرد به حرف زدن، کلماتی مثل بسم الله رو مثلا بهش یاد بدید. اول شاید 1 هفته 2 هفته طول بکشه تا شما فقط همین کلمه بسم الله رو به فرزندتان یاد بدین، اما عجله نکنید در یاد دادن به فرزندانتان. بعد کم کم اضافه میکنید، مثلا شروع بکنید از سوره های کوچک، سوره های آخر قرآن کریم، مثلا قل هو الله احد رو ابتدا شروع بکنید، مثلا اذا جاء نصر الله انا اعطینا
و سوره های آخر در کل و اینها رو کم کم بسم الله الرحمن الرحیم رو شما شاید مثلا 1 هفته 2 هفته وقت نیاز داشته باشید تا به یک کودکی که تازه شروع کرده یاد بدید. اینها رو کم کم بگید، تکرار بکنه، بعد گوش بکنید و تشویقش بکنید، مجبورش نکنید، علاقمندش بکنید و فشار نیارید سرش. به اینها مسائلی است که کمک میکنه ان شاءالله که فرزندانمون در سنین زیر 5 سال 6 سال بتونن که حفظ بکنن. فقط تنها راهی که میشه کار کرد گفتن، القا کردن و شنیدن. این القا نباید میشه به حدی باشه که شما فرزند شما خسته بشه و توانایی نداشته باشه، فشار نیارید سرش. و در مورد اجازه بدید مخارج حرف صاد و ضاد و ظا رو ما در هفته بعد ان شاءالله به تفصیل بیشتری دربارش شروع کنیم. ما کم کم شروع میکنیم ان شاءالله بحث مخارج و حروف رو ان شاءالله از چند جلسه بعد شروع میکنیم. بحث جدیدی رو در کنار بحث روخانی که داریم، روخانی رو کم سریعتر میکنیم که مباحث مخارج و حروف رو ان شاءالله به تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد و ان شاءالله چون وقت این برنامه ما خیلی کم هست، در رو پایان هست، اجازه بدید مفصل در برنامه‌های بعدی ان شاءالله در این باب صحبت بکنیم. نمیدونم احمد جون فرصت داریم یکی دو تماس دیگه هم بگیریم یا نه؟ یکی تماس دیگه هم میگیریم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو، سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید برادر. خودتون معرفی میکنید؟ من خانی ایران هستم. اسمتون؟ شمس‌الدین خانی از ایران. آقای خانی عزیز از ایران. برادرم اگر موافق باشید شما آیه آخر این صفحه رو که امروز خواندیم رو برای ما تلاوت بکنید. کدوم سوره؟ آیه 83 رو، آیه آخر صفحه رو، باید اخذنا میثاق بنی اسرائیل. بله. بفرمایید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ماشاءالله، متشکرم از تماسشون. ممنونم، تشکر میکنم ازشون. فقط روی کلمه لا تعبدون الا الله کمی دقت بفرمایید که الا الله خوانده نشه. لا تعبدون الا الله. متشکرم از تماس شما. بله. متشکرم. ممنونم، لطف کردید. وقت ما به پایان رسید و تماس‌های فراوانی پشت خط همچنان موندن و مثل همیشه من باید معذرت‌خواهی بکنم از همه عزیزانی که پشت خط موندن، گرچه خب وقت برنامه اجازه نمیده متاسفانه که ما همه تماس‌ها رو داشته باشیم، ولی اینکه چند ساعت هم اگر باشه من درخواست کردم از استاد انصاری عزیز، مدیریت محترم، که اگر بشه وقت برنامه رو اضافه کنیم. ان شاء الله فرمودن که بعد از ماه رمضان مقداری وقت برنامه رو سعی کنیم بیشتر بکنیم تا تماس‌های شما رو بیشتر داشته باشیم. حالا فعلا تا ماه رمضان همینجوری پیش میریم تا ان شاء الله بعد از اون ببینیم چه خواهد شد. در ماه رمضان هم تلاش میکنیم ان شاء الله همچنان برنامه رو ادامه بدیم به همراه شما عزیزان. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن. تشکر ویژه از احمد جان و محمد و عبدالله و فرید عزیز در کنترل و همچنین احمد منصور عزیز و از الله متعال خواهانیم که همه اموات ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال